خب از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ تو همین فاصله که شما داشتین خلاصه برنامه قبل رو نگاه میکردین، از حاج آقای عزیز پرسیدم که بحث مقاومتون همچنان ادامه داره و خواهد داشت. فرمودن بله، من یک کتاب نوشتم 300 صفحه به نام مقاومت در قرآن. اونو بخوام خیلی هم خلاصش بکنم حداقل 30 جلسه کار داریم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. جناب ابوالقاسم عزیز و نازنین، خیلی خوش آمدید. همچنین من از جناب تشکر میکنم که فرصت در اختیار ما قرار دادید. شما هم خوش آمدید. محبت دارید. قربون شما برم، سلامت باشید. حتی شما میزبانید، شما باید بگید خوش آمدید، ولی ما هم از یه جهتی بالاخره. نه شما که صاحب خونه این آقا، اصلا صاحب اصلی اینجا. سلامت باشید. صاحب خونه شما اینو مثل شما که عزیزانی که قدم چشم ما میگذارن. چه خبر؟ الحمدلله، خدا رو شکر. مخلص شما هستیم. بعد نیست یه دفعه هم اون کتاب رو بیارید ما نشون بدیم، بحث ما شاید علاقه‌مند باشن، مردم میخوان بیشتر در جریان خیلی با جزء بیشتری ادامه بدن در واقع این بحث رو. کتاب هم مراجعه بکنن. مقاومت در قرآن فرمودید. قرآن کتاب مقاومت. قرآن کتاب مقاومت اسمش اینه. بله، دفعه قبل فکر کنم درست گفتم الان چون بحث اون استقامت در قرآن هست. خب امروز از شما چی یاد میگیریم آقا؟ عرض کنم که یکی از مباحث مهمی که زیر مسئله استقامت مطرح میشه اینه که خدای متعال برای بالا رفتن درجه استقامت انسانها در دنیای برنامه ای رو تدارک دیده و اصلا دنیا رو یه جوری آفریده که آدمها در این مسیری که طی میکنن در سختی ها و مشکلات قرار بگیرن و آزموده بشن. مثل آهنی که توی کوره میره در میاد. بله بله. آهن برای اینکه به اصطلاح یک آهن مستحکمی بشه برایش تو کوره اونجا یه مقدار نرم میشه، بعد پتک روش میزنن، زیر این پتک که قرار میگیره این ضرباتی که برش میخوره فشرده تر میشه، فشرده ترش میکنه و مقاومش میکنه. این وقت تبدیل به یه شمشیر برنده میشه. مسیر زندگی انسان مسیری است که از روزی که به دنیا میاد، تعبیر قرآن اینه لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی مشقت، یعنی سختی. ما اساساً انسان رو در سختی آفریدیم. خب این سوال مطرحه، چرا خدا ما رو در سختی آفریده؟ واقعا مگه این خدا خدای مهربانی نیست؟ مگه مهربانتر از مادر نیست؟ کدام مادری حاضر میشه بچهش سختی بکشه؟ جواب اینه که اگر درست ببینیم مادرها هم یه جایی به بچهشون سختی میدن. این سختی برای اینکه بچه مقاوم بشه، بچه اون کمال لازم رو پیدا بکنه. منتها یه جاهای اهمیت کار رو شاید نفهمن، احساسات مادری غلبه کنه، اجازه ندن مثلا یه اتفاقی بیفته. فرض بفرمایید مادر وقتی بچه مریض میشه میفهمه که این بچه الان باید دارو بخوره تا خوب بشه. دارو تلخ هم هست. این داروی تلخ رو مادر مهربان تو کام بچه میریزه. چرا این کارو میکنه؟ چون میخواد این بچه بهبود پیدا بکنه و میدونه که مسیر بهبودی این کودک از تجربه کردن این داروی تلخ میگذرد. لذا با اینکه دوست نداره بچهش اذیت بشه ولی این کار انجام میده. حتی گاهی خدا نیاره یک ممکنه بیماری سختی صعب العلاجی برای بچه آدم پدید بیاد که اطباء تجویز میکنن که باید جراحی بشه. بله. جراحی یعنی چی؟ جراحی یعنی یک پزشکی با تیغ تیز میفته به جان بچه آدم که پاره تن آدمه، شکم او رو میخواد پاره کنه. چیزی کمی نیست جراحی. ولی آدم تن میده به این. دقیقاً. نه تنها تن میده، از اون پزشک تشکرم میکنه. شما کجا دیدید کسی چاقو بزنه تو شکم بچه‌تون بعد بری ازش تشکر کنی؟ شما درد نکنه. اینجا این کارو میکنی. خیلی هم ازش ممنونی. چون نجات بچه ما از مسیر زدن این تیغ به شکم اون میگذره. اگر این کارو نکنه مثلا آپاندیس او که الان فرض کنید داره میترکه یا ترکیده، عفونت کل بدنش رو بر میداره و بچه رو از دست میدیم. پس ما یه جاهایی میفهمیم که سلامتیمون از گذرگاه یک سختی میگذرد، ما اون سختی تن میدیم. خدای متعال عالم رو اینجوری آفریده. انسان ها باید از یک سختی های عبور کنن، به واسطه گذر از این سختی ها مقاوم میشن، قوی میشن،
بعد میتونن در برابر دشمنان خودشون بایستن، دشمنان خودشون از پا در بیارن. حالا من آیه‌ای رو تقدیم میکنم که دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه. سوره مبارکه انعام هست، آیه 42. فرماد ولقد ارسلنا الی امم من قبلک، ما پیامبرانی فرستادیم به سوی امتهای قبل از تو. فاخذناهم بالبأساء والضراء، وقتی پیامبر رو فرستادیم پشبندش این امت رو گرفتار کردیم، به سختی ها گرفتارشون کردیم، به شدت رنج و ناراحتی مواجهشون کردیم. لعلهم یتضرعون، شاید اینها به محضر خدا تضرع کنند و به خدا برگردند. یکی از حکمت‌های این سختی‌ها اینه که انسان تو دل سختی انقطاع از دنیا پیدا میکنه. میبینه این دنیا دنیایی نیست که بشه بهش دل بست، توجه به خدا پیدا میکنه. خدا میبیند برای اینکه این انسان متوجه او بشود باید یه قدری سختی رو در زندگی او بریزه تا او از مسیر این سختی متوجه خدا بشه، چون کمال ما در توجه به خداست. ما بنده خدا هستیم، عبد خدا هستیم. کمال ما در اینه که به خدای متعال برگردیم و به او توجه بکنیم. این آیه معروف رو هم عرض بکنم اینجا که همه بینندگان حفظن، بارها و بارها شنیدن. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، حتما شماها را آزمایش میکنیم، حتما و یقینا این بلا و ابتلاء برای شماها میاد با امور مختلفی، اعم از ترس، جوع یعنی گرسنگی، نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، از مالهای شما چیزهای کم میشه. یه وقت میبینی دزد میاد مال آدم میبره، طرف یا به فکر فرو میره خدایا چرا حالا دزد به من زد؟ خدا داره تو رو آزمایش میکنه. و الانفس یعنی از جانها، خود انسان یا بچه انسان، عزیزان انسان از دنیا میرن. و ثمرات یعنی محصولات باغ زندگی انسان. مثلا تولیدات کارخونه‌ش رو بگیریم یا فرض کن نسل و ذریه‌اش آسیبی میبینن. بعد میگه و بشر الصابرین، بشارت باد بر اونهایی که صبر میکنن. اونهایی که صبر میکنن خدا داره بشارت بهشون میده، میگه اگه تونستید تو این مسیر سختی تحمل به خرج بدید، به خدا و اولیاء خدا بدبین نشید، وسط راه نبرید، از قطار حرکت عرض کنم که کمال الهی پیاده نشید. یه وقتا این سختیه فشار میاره، طرف به همه چی پشت پا میزنه. نه، موندید و مثل حضرت ایوب که سخت‌ترین شرایط رو پشت سر گذاشت اما لب به شکایت نگشود، پیوسته شاکر خدا بود، ذاکر پروردگار بود. بدونید که این امتحان الهی است. اگر با این نگاه جلو رفتید، از دست رفتن عزیزانتون یا مثلا از بین رفتن اموالتون، اینها شما رو ناراحت نمیکنه. میدونید که اینها آزمایش الهی است و مسیری برای استقامت شما و در نهایت توفیقات بعدی شما خواهد بود. یه سوال بپرسم. بفرمایید. شما سلام. شما خودتون یه سوال اول مطرح کردین، بعد پاسخ سوال رو فرمودین که چرا خدا که ما رو این همه دوست داشته، که از پدر و مادر به ما مهربان تره، در واقع ما رو دچار سختی و فشار و گرفتاری و تنگی و اینا میکنه. بعد فرمودین به این دلیل که ما تو مسیر رشد و تعالی و کمال باید تحت فشار قرار بگیریم. مثال فولاد و آهن و اینها رو هم زدین که ما تحت فشار قرار میگیریم برای اینکه اون نقطه مطلوب برسیم. این سوال اولیه پاسخ داده شد، اما سوال دومی پیش میاد. خب چرا این یه فرمول شد دیگه، یه قاعده شد، چرا اصلا خدا این قاعده و فرمول رو قرار داد؟ اینقدر سخت نمیشد یه قاعده و یه فرمول لطیفتری مثلا تعریف میکردن برای اینکه ما به رشد کمال برسیم؟ اینو من توی برنامه دیگه ای توضیحش رو عرض کردم. ببینید خدای متعال چند جور عوالم داره.
یه عالم فرشتگانه. اون عالم اصلا عالم زد و خورد و درگیری و اینا نیست. اون یه عالمه که موجودات اصلا در اوج کمال خلق شدن. نیازی هم نیست برای اینکه به مقامات بالا برسن خیلی به خودشون زحمتی بدن. اون اصلا ساختارشون ساختار تسبیح و تحمید و تقدیسه و همین جوری هم رشد میکنن. مانعی هم ندارن. شیاطین هم نمیتونن اونا رو فریب بدن. درست. یه عالم دیگه این عالمه. اصلا این عالم مدلش اینه. کسی بگه خب من میخواستم تو اون عالم باشم. خب دیگه اگر تو اون عالم بودی دیگه تو نبودی. اون یه فرشته بود که الان خدا داره، میلیون‌ها داره از اونها. ما تو این عالمیم و تو این عالمی که هستیم باید بالاخره قدر این عالم رو بدونیم، فرصتی که برامون فراهم شده که میتونیم در همین عالم از فرشتگان بزنیم بالا. ما تو این عالمیم. این که بگیم چرا خدا منو تو این عالم قرار داد؟ نه خدا چرا تو این عالم قرار داد؟ نه ها. چرا این عالم رو آفرید؟ نه ببین یه ذره مثلا میگم چرا الان این همه ظلم به زن و بچه فلسطینیا داره میشه و اونها دارن مقاومت میکنن و خب باید هم مقاومت بکنن و فرمان قرآن و خدا هم همینه که استقامت بورزن و اینا. من میگم چرا اینقدر سختش کرد خدا؟ نمیشد حالا یه ذره دوز این استقامت الان کمتر بودن جیگرش کباب میشه. همون واقعه کربلا، همین وقایع مشابهی که در طول تاریخ بعضی وقتا آدم مثلا ما خیلی شنیدیم جو خدا عجب صبری داره. بابا خدا یعنی الان نزدیکانمون پدر مادرمون پدر بزرگ مادرزون خدایا نمیبینین همه ظلم و پس کی میخواد گشایشش؟ میبینی چی میگم؟ یعنی طبق اون قاعده که شما قرار گرفتین تو اون قاعده قرار میگیره دیگه. بعد این سوال جواب یه ذره مثلا تخفیف میداد خدا برای رسیدن به اون فرج و گشایشی که مردم مظلوم دنیا الان مثلا دوچارشن از جمله فلسطین، یه ذره تخفیف میداد. حالا راجع به یه ذره بیشتر از شما میشنویم بعد از فاصله که میگیریم یه آیه قرآن هم با هم بخونیم و از برنامه متبرک بشه برگردیم ببینیم آقا چه پاسخی دارن برای این سوال. بفرمایید. بله آیه 155 سوره مبارکه بقره رو که آقا اشاره کردن که ما آزموده میشیم با ترس و جوع و نقص در اموال و جانها و ثمرات رو با هم دیگه مرور کردیم. حالا من سوالم در واقع در همین راستا بود که چرا اینقدر فشار، اینقدر سختی و میبینیم توی دنیا. ببینید خدای متعال در اینکه این عالم رو عالمی آفریده است که توش سختی هست و سختی با حوادث این دنیا عجین شده، اما برای اینکه این سختی ها کم بشه هم یه راهکارهایی گذاشته. منتها انسان‌ها گاهی خودشون به این راهکارها توجه نمی‌کنن. درست. یکی از راهکارها اینه خدای متعال برای امت اسلام یک محور اتحاد قرار داده که اگر حول اون محور اتحاد جمع می‌شدن یه قدرت عظیمی پیدا می‌کردن. هیچ قدرتی نمیتونست اینطور امت اسلام رو در معرض تهدید و توهین و تحقیر قرار بده. خب این که میفرمایید آدم جیگرش کباب میشه، فلسطینی‌ها اینجور اونجور، راستم میگید، درستم میفرمایید، واقعا آدم قصه میخوره. چرا فلسطینی‌ها باید انقدر در برابر اسرائیلی‌ها آسیب ببینن؟ چرا کسی نیاد به دفاع از اونها؟ چرا این همه ملت‌های مسلمان نمیان به دفاع از اونها؟ واقعا اینجا کی مقصره؟ خدا مقصره؟ نه دیگه ملت‌ها مقصرن. یاد اون آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی. بارک الله احسن. یعنی خدای متعال زمینه رو فراهم کرده برای اینکه ما زندگی خوبی داشته باشیم. ببینید میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر این ساکنان زمین ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، برکات الهی بر اونها می بارید از بالا و از زیر زمین. ولکن کذبوا، اما اینا تکذیب کردن. کیو تکذیب؟ اولیاء خدا رو تکذیب کردن. پیامبران الهی رو تنها گذاشتن، رهبران آسمانی رو تنها گذاشتن، امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن. ببین ما در آستانه شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها هستیم، ایام فاطمیه است. بالاخره امت امیرالمؤمنین رو سالها تنها گذاشت، خانه نشین کرد. بعدم که 5 سال امیرالمؤمنین حکومت کردند، 3 تا جنگ بزرگ در این 5 سال بر حضرت تحمیل کردند. بعد از اون سالها هم دیگه اهل بیت خانه نشین شدن. خب اهل بیت رو خدای متعال قرار داده بود برای مدیریت امور امت. و چقدر از ذره تو همین مدت 75 روز اینو گوشزد کرد به مردم. فرض الله طاعتنا نظاما للمله امانا من الفرقه. در اون خطبه زیبای فدکیه فرمود خدای متعال طاعت ما رو واجب کرد برای اینکه کار ملت به نظام و به انسجام برسه،
انسجام وقتی نباشه به هم ریختگی میاد. به هم ریختگی که اومد همین وضع میشه که الان میبینیم. داریم میبینیم. آره راست. یک بخشی از امت اسلام انقدر ثروت داره که نمیدونه چیکارش کنه، به واسطه این ثروتش افتاده به عرض کنم که دنیا طلبی های عجیب غریب و ترفه و تکاسر، مثل بعضی از کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس. یه بخشی از امت انقدر دچار فقر و فلاکت و بیچارگی است، مثل فرض کنید افغانستان، مثل همین مردم مظلوم غزه و دشمنشون داره صبح و شام اینا رو مورد حمله و هجمه قرار میده. خب این عدم انسجام در امت دیگه. این امت اگر یک محور اتحادی داشت و حولش جمع میشد که اینقدر ذلیل نمیشد. پس خدای متعال در عین اینکه ما رو در بستر سختی می آزماید و به تکامل میرساند، اما تو همین دنیا هم مسیرهایی برای ما قرار داده بود. به بنی اسرائیل فرمود که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي کتب الله لكم. حضرت موسی به قومش فرمود که برید تو ارض مقدسه. اگه در این ارض مقدس برید، خب اونجا برکات الهی نازل میشه برای شما. اینا نرفتن، گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون. گفتن تو با خدا دوتایی برید بجنگید، ما همینجا نشستیم، هر وقت پیروز شدید بگید ما میایم. امت وقتی گوش به فرمان ولی نباشه، نتیجه این میشود که فانها محرمه علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض. 40 سال سرگردان در بیابانها شدن. امتی که گوش به فرمان ولی نباشه سرگردان میشه، دچار تحیر میشه. بله. خب در این حال همین سختی هایی که مردم فلسطین میچشند هم باز حکمت داره. خدا راضی نیست به این سختی ها، ولی باز حکمت داره. هر دو طرف در معرض امتحانن به نظرم. این طرف با استقامت باید در واقع، اون طرف هم وقتی متمولن، الان کشورهای مسلمان که شما فرمودید واقعا امتحان بزرگی دارن پس میدن. حالا نه آسون هستی نیست که اینجا اگر که توی این معرکه از آزمون الهی سربلند بیرون نریم، چه بسا که اتفاقات بدی در انتظارشون باشه. بله. آیه دیگری بخونم خدمتتون، سوره بقره آیه 204 214. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. فکر کردید بهش به همین راحتی است؟ به همین راحتی شما وارد بهش میشید؟ هنوز نشنیدید داستان گذشتگان رو. مستهم البأساء و الضراء. سختی ها و آسیب ها اونچنان بر اینها وارد شد و زلزلوا، اونچنان متزلزل شدند، حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی نصر الله. تا جایی که پیامبرشون و مؤمنین دست به دعا برداشتن، گفتن خدایا پس کی یاری تو میاد؟ عجب صبری داری خدایا، خدایا تا کی میخوای شاهد این صحنه های مظلومیت ما باشی؟ همین که ما چند دقیقه پیش گفتیم شما فرمودید. منان دست به دعا برمیدارن و اینطور انقطاع از دنیا پیدا میکنن و مضطر الی الله میشن. اونجا میگه الا ان نصر الله قریب، نصرت الهی نزدیکه. سوره نمل امن یجیب المضطر اذا دعاه. اون خدایی که مضطر رو هنگامی که او رو میخواند، با همه وجودش از عالم منقطع شده، دست به سوی خدا بلند کرده، خدا او رو جوابش رو میده و یکشف السوء و بلا رو برطرف میکنه. پس ببینید گذشتگان ما همه این مسیر رو طی کردن. بله. ثم ان ربک، آیه دیگر سوره مبارکه نحل آیه 110. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اونهایی که هجرت کردند بعد از آزارها و دوباره جهاد کردند. می‌بینید مسلمانان اسلام در صدر اسلام، در مسلمانان مکه، خب تحت شکنجه ها، سخت‌ترین شرایط، تهدیدها، تحریم‌ها، محاصره اقتصادی. 3 سال در شعب ابی طالب صدای گریه و شیون بچه‌ها از گرسنگی بلند بود. اصلا اوضاعی بود توی اون 3 سال شعب ابی طالب. بعد از اینا هجرت کردن، بعد دیگه هجرت کردن تازه جهاد شروع شد. حالا باید برن جنگ احد، جنگ بدر، جنگ‌های متعدد تا برسه اون اواخر جنگ خیبر. مرتب سال 1 بار 2 بار گاهی بیشتر جنگ‌های خیلی سختی داشتن. چقدر شهید دادن.
ثم جاهدوا و صبروا و صبر کردن ان ربک من بعدها لغفور رحیم. غفران الهی اون موقع میاد. یعنی شما باید این مسیر رو طی بکنید، خودتون رو در برابر سختی ها عرضه کنید، آزمایش پس بدید، از عافیت طلبی فاصله بگیرید و غفران الهی و رحمت الهی شامل حالتون میشه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، سوره مبارکه عنکبوت آیه 20 آیه 2. آیا مردم گمان کردن که همین که بگن ایمان آوردیم تمام، خدا رهاشون میکنه؟ و هم لا یفتنون، اینها در معرض آزمایش قرار نمیگیرن. کلمه آزمایش با کلمات مختلفی در زبان عربی بیان شده که هر کدوم یه بار معنایی خاصی داره. ببینید فتنه یعنی فشار. خدای متعال میگه آیا فکر کردن اینا همین که بگن ایمان آوردیم رهاشون میکنیم و در معرض فتنه قرار نمیگیرن، یعنی در معرض فشار قرار نمیگیرن، یعنی در معرض حوادث، آسیب‌ها، سختی‌ها قرار نمیگیرن؟ مگه میشه؟ ولقد فتن الذین من قبلهم، قبلی‌ها هم آزمایش کردیم. فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. تو این آزمایش‌ها معلوم میشه کیا راستی به خدا ایمان دارن، کیا ایمان لقلقه زبانشونه. که مولامون ابو عبدالله علیه السلام فرمود الناس عبید الدنیا و دینو لعق علی السنتهم. مردم برده دنیا هستن، دین لقلقه زبانه. وقتی سختی ها میاد فاذا محسوا بالبلا، وقتی توی بوته سختی و مشکلات قرار میگیرن قل الدیانون، اونجا کسانی که اهل دین و دیانتن معلوم میشه که چقدر عددشون کم هست. حالا آیات تو این زمینه زیاده، من یه 2-3 تا آیه دیگه با عزتون عرض کنم، بعد چند تا روایت بخونم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. ربنا الله گفتی کار تمام نمیشه، تازه سختی ها آغاز میشه، ولذا استقامت میطلبه. اونی که گفت ربنا الله باید بدونه که ربنا الله یعنی حجمه شیاطین. من توی برنامه‌های قبل گفتم که اصلا از آغاز خلقت انسان این تقابل بین حق و باطل آغاز شد. شیاطین به دنبال زمین زدن انسان بودن و طبیعی است که انسان به محض اینکه گفت ربنا الله یه عده‌ای دشمنی باش پیدا میکنن. اونایی که میبینن او رو دیگه نمیتونن ازش سواری بگیرن، وقتی گفتی ربنا الله دیگه سواری نمیدی به مستکبران عالم، اینا حمله ور میشن به سمت تو. استقامت باید بورزی. خب اگه استقامت کردی اون وقت ملائکه میان. پس استقامت در برابر سختی ها راه رسیدن به کمالات و اساس این سختی ها برای این قرار داده شد که شما تو دل این سختی ها آزموده بشید. من یاد دقیقه مثل دانش آموزی میمونه که به معلمش میگه من دیگه همه درسامو خوندم بلدم، بعد معلمش میگه خب بیا ببینم یه امتحان ازت بگیرم ببینم بلدی. احسن. دقیقاً همینه. آقا خیلی ممنونم. بقیه آیات و روایات رو باید موکول کنیم به جلسه بعد. وقت تموم شد؟ تموم شد. خیلی زود گذشت. عجب. خوش وقتی میگذره زود میگذره. مخلصیم. دست شما در نکنه. عوامل ندارین؟ قربان شما. التماس دعای فراوان از شما. مؤید باشین. محبت دارید. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردید. مراقب خودتون باشید. ضمن اینکه از سامانه پیام کوتاه ما استفاده بکنید، نظرات انتقادات و به 162 هم روابط عمومی سازمان هم اعلام نظر بفرمایید. ممنون میشم. التماس دعا یا حق. خداحافظ.